سلام دکتر دو. شما دوتا اینجا چی کار میکنی؟ با هم شام خوردیم و واسه قدم زدن اومدیم اینجا. ببینم حالت خوبه؟ حتما باید خیلی درد داشته باشه. تو تونستی درد منو خوب کنی. دکتر دو، میگم امشب وقتت آزاده؟ ازش خواستم با هم بریم بیرون. عکسمو بهش نشون بده، مطمئنم منو میشناسه. بهت میگم منو میشناسه. دکتر دو، شما این خانمو میشناسی؟ آره میشناسمش. کانگی یونو میشناسی؟ ارائه شده در وبسایت دوستی ها. دکتر دو، تو باهاش قرار میذاشتی؟ صبح خیر. مثل همیشه به هم صبح خیر گفتیم. میدونم زیاد میپرسم، ولی میتونی همونطور که تا حالا بودی پیشم بمونی؟ مراقب باش.